چطورید؟ خوش اومدید به چنل من امیرویسی هستم. امروز با یه بازی دیگه خیلی بازی خفنیه و جدیده. بازم این خودم باز این بازی انجام ندادم، میخوام ببینیم این بازی چطوره. خیلی از کسایی که منو میشناسن بهم پیشنهاد دادن بریم ببینیم این بازی چطوره. پس لایک سابسکرایب بزنید بزن که من هر روز پر انرژی تر از قبل بشم و بریم سراغ ویدیو. اومد بالا که میبینید بازی یه ذره تو ژانر ترس و ایناه و گرافیک آنچنانی هم نداره، خودتون دارید میبینید. این اصلا کجا باید برم توضیح ولوم بازی چه این چجوری میره تو بازی هستن. استارت گیم بریم ببینیم این بازی اصلا چجوریه و بهش آخر این ویدیو نمره میدیم از 1 تا 10. کار میتونم بکنم اصلا واقعا نمیدونم که جوریه بازیشو، یه جوره ریزی هست. کلان داره انگلیسی حرف میزنه که ما اصلا نمیفهمم چی میگه. اوه چی شد؟ این چیه دیگه بچه؟ اوه بچه نظرتون من یکم صدا رو بیاد کنم بکنم بازی چیه نمیدونم اصلا باید بتونم رو بازم خب اصلا معلوم چیه بچه با چی میره این برون بر پیدا چی هستن میگم بازی عجیب شدیدیه میگه لفت یعنی بفیچید. بچه ما این یه تیکه رو کاتیب کنم کلان ویدیو رو بفهم چجوری باید برم این برون بر. خب بچه فهمیدم باید با موس این برون بر بکشم بفهمم و این باحالی ولی خیلی سخته. ببینید اینجوریه بکشیم این برون بر. یعنی چی باید چیکار کنم؟ با کی باید برم؟ بچه اگه هر کسی این بازی تا حالا انجام داده توی کامنتا یه راهنمایی ریزی بکنه. چی شد؟ اوه یا علی منطقه بازی یا اوه یعنی چطور من باید چیکار کنم؟ اوه فهمیدم. اوه خیلی عجیبه بازی. یعنی چی هست؟ اوه یه سری چیزا داره میاد دستم بچه ها. تو رنج رانندگی دوباره بریم ببینیم چی شد. خیلی سریع داره اتفاق میفته. رانندگی وقت نمی‌کنی انجام بدیم اصلا. این آخرین بار دارم میگم این بار یه باید موفق شم. اگه موفق نشدم هر کاری بگید توی کامنت انجام هر کاری دیگه نه کارای چیز بگید که نشه. کار معقول باشه 100% انجام میدم. ویدیو بعدی انجامش میدم. اول ویدیو میذارم اول ویدیو هم میذارم. اصلا نمیدونم چیه مغزه چیه چه چرت و پرتی ساختن خدا وکیل. چقدر چوب داره نمیتونم برم اون یه سر بزنم. یعنی حواست به جاده باشه. دوباره باید بیم اینجا یه جاده رو نگاه میکنیم برم جاده. چه موجودی هست وای دهن من سرویس کرد. اوه عجبا بریم دوباره بچه ها یه دور دیدن بریم. بازی مزخرفی بود منه انتخابش کردم. بچه راست آخر ویدیو من قرار یه توضیح بدم توضیح در مورد کانال و کلا یه ویدیو جدای دیگه هم میگیرم در مورد کانال. یه سری توضیحات باید بدونید که وقتی اتفاقی افتاد نگید چه ربطی داشت اصلا. حتما من آخر این ویدیو یه راهنمایی کوچیک میکنم تا بعدش بعد از این ویدیو بعدی راهنماییه که بازم باختیم نمیشه بریم شکم وایسا چه تو پرستا میمونه وای چه بازی مزخرف کنیم وقتمون علکی هدر دادیم. خدایی الان یه لایک نباید بدید دهنه من داره سرویس میشه اینجا. بازی مزخرف من نیستش چی اومدم بهتون نموده بدیم که این بازی هست شما انجام ندید.
توضیح میدیم. نمیفهم بچه داره من اینجوری اصلا داره میشه. بچه دیگه واقعا رفته شو اعصابم، اصلا نمیشه اینجوری. نظر من دیگه بسته، رفته رو اعصاب، فکر کنم رو اعصاب شما هم رفت. این هفته به جای یه دونه ویدیو 2 تا داریم، یعنی یه ویدیو دیگه هم پنجشنبه یا جمعه براتون میاد که جبران این ویدیو باشه که این ویدیو زر چیز بود. جدا از اون ویدیو یه ویدیو دیگه که توضیح کانال بود اونم هست، یعنی اینکه 3 تا ویدیو این هفته قرار آپلود کنیم. اینو ببندمش کلا. آره خب داشتم توضیح میدادم، یعنی کلی قراره که این هفته 3 تا ویدیو براتون آپلود کنم همین. و خوشحال میشه لایک سابسکرایب بزنیم و به من انرژی بدید تا من بتونم ویدیوهای با کیفیت تری برای شما بسازم و اینکه شورت ویدیو کمتر قراره باشه که کلی بذارید تمام این توضیحات رو بذارم برای همون ویدیویی که قراره کانال رو توضیح بدم. مرسی که تا اینجا ویدیو من دیدی. من امیرعلی هستم. اگه اینجا باشی هیچ وقت حوصله‌ات سر نمیره، همیشه سرگرم می‌باشی.